رضایت امام زمان رو تو زندگی و تو زندگیمون مد نظر بگیریم. امام زمان چی میخواد؟ حالا مردم برام تو وادی دین نگاه به مردم نباشه، تو دنیا با مردم باش ولی تو دین نگاه به مردم نباشه. یا اما پیغمبر تا قیامت شیعیان امیرالمومنین لو سلک الناس وادیا، اگر دیدی تمام مردم روزگاره به یک طرف رفتن. رسانه ها یه چیز میگن، روزنامه ها یه چیز میگن، تو جامعه یه چیزی فرهنگ شد، مد شد، کلاس شد، همه گفتن این کار خوب است. ولی و سلک علی وادیا آخر، علی راه دیگری، امام زمان راه دیگری. فصل ما سلک علی، اگر شیعه علی هستی